من از خردسالی به همین کتاب مهر محبتی نهایت بی اندازه داشتم. تقایم وقتی که بسیار کتاب‌های دینی داشت، شخصان کلان آمده شبها درس می‌گرفتند، از همون من اقتباس گرفتم و پیروی نمودم. برادرم شبها وقتی بیکارش ده گروله گفتن کتاب بود، هم کتاب‌ها رو با آواز بلند یا کتاب‌های دیگر تاجیکی را با آواز بلند شعرهاش می‌خواند. خصوصا به ما همون شعرها بعضی کلمه‌هایی که نمی‌دانستم از هم برادرم می‌پرسیدم که اینش چی معنا دارد، دیگرش چی معنا دارد. زندگی من به کتاب من با عقیده خودم معنی ندارد، چون که به کتاب من هیچ کجا قدم گذاشته نمیتونم. کجایی که روم جزدانم یا همراهم است، یا که یک چند کتاب، یا به مرکه روم، یا که به یگان مجلس روم، یا که به مهمانی روم، هر کجایی روم همراهم کتاب هست و روزنامه هست و مجله همراهم گرفته میرم. دینا را فهمیدم، تصویر بلندی زندگی را فهمیدم. اینچنین چندین کسا باز به من پیروی نموده، در خانهشون کتاب رو جمع آوری کردن و بسیارش آمده کتاب رو از همینجا اگر دانشجو باشن در مکتب باشن کتابای درسی را میبرن، یا که یگان انشا کشید آمده خواهش میکنن که یگان کتابی به ما دست هست که ما انشا رو نوشته تانیم، به اونا مدد میرسن. بعد دانشجویان غایبخوان باشه خودم یاردم میتیم، کتاب ها رو توصیه میتیم. بعضی کارهای خودم از اون جلو از بس که من ریاضی هستم، اختصاصم ریاضی است، کارهای به همه معلوم است که هر کس از عهده حل مسئله های ریاضی، مشق های ریاضی برآمده میتونم کمک میکنم. من به کتاب جهان را اونقدر فیروزان و پیشرویش را تصور کرده نمیتونم. کتاب ها عمری دراز و جاویدان دارند. بینید که کتاب اوستا عمری چندین هزار ساله دارد، یا کتاب قرآن را بینید یا کتاب انجیل روسا را بینید، چون شمس و قمر درخشان در جهان شعله افروزی می نمایند و از اونها آدما بهره بهترین را میبرند. همون ملت به یادم من تا سال 2015 خب نفقم کم و بیش به قدر حال میرسید. 309 سو میگرفتم، گرفتن و گفتن که قد کرده میشود که من از 309 به 130 در همین قدر سابقه کاری 53 ساله خب وقت 52 حساب میکردم، با کم حساب کرده بودیم. من بعد از سر نو حساب کردم 53 ساله با همین 161 به 161 خوبچه آرد نمیشد. چی گرفته میتونم، چی کجا رفته میتونم، چی خریده میتونم. شکر که همین دوستان و پیوندان و دیگرها مدد میرسونن، من مجله و روزنامه ها را دسترس میکنم. هرجویه نویستم، مقاله نویستم، قصه نویستم، دیگر خیلی کتاب و دیگر خیلی موادها رو به همین نسخه ها تعلیف نمودم. مشکل مردم رو می نویسم لیکن در روزنامه ها چاپ کردن نمیتونن، چون که میگن که ما در این روزنامه این خیلی چیزها را چاپ کردن نمیتونیم، اگر چاپ کنیم ممکن به ما یگان چی میشد، شور میشود. پس بیشتر چی می‌نویسم؟ دایر به اخلاق می‌نویسم، دایر پند و خدمت می‌نویسم، دایر به هنر می‌نویسم. آزادی را گفته پورا نمیتونم که ما پورا آزادیم، چون که خودم انا اگر چه روزنامه‌نگار باشم یک مقاله را برای چاپ کردن چقدر زحمت ها می‌کشی، چقدر عذابا می‌بینی که بعد مقاله چاپ شود. بینید که ولایت ما زیاده حاضر از 3 میلیون اهالی دارد. روزنامهش دوره که همه 1 میلیون بود یا 1.5 میلیون برام بود، همه طریق ایستاده است. اهالی اینقدر زیاد شده است و روزنامه همه روزنامه از همه ده بدتر ولایت ما.
چی حیات اومده آفتاب سر کوه شدیم خیلی چیکار کرده میتونم میام و علم میکنم و گیره میکنم و خود به خود مینالم و به داد من کی رسیده میتونم